در نتیجه کوشش و تلاش‌های نظررس بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک از جمله نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالرحیم حاجیبایف، چینار امامov، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، باباجان غفورov، میرزا ترسونزاده، ساتیم اولغزاده و بسیار دیگران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری با مجرای نوی ترقیات وارد شد. دوشنبه چون پایتخت به مرکزی واقعی ماموری، سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی تاجیکستان تبدیل یافت. اگر از خرد تا بزرگ درباره نام و مرتبه شخصیت‌هایی که نامور کردم شب و روز حرف زنیم این کم است و مادری تاجیک وظیفه‌دار است که در آینده و امروز همین گونه نسل‌ها را به دنیا تولید کند.